من کیلو 13,500 میخرم. کتابو کیلویی میخرن؟ مگه آهنه؟ خوب داره میگه. من 12,800 قیمت داره. چی رو خوب داره میگه آقا؟ این کتابا کلمه به کلمه، خط به خط، صفحه به صفحه نوشته میشه. بعد من کیلویی بفروشم؟ اینا همه گلچین شده است. مثلا این قفسه همش مختص خانم زویا پیرزاده، این طبقه رضا براهنی، این طبقه مال مصطفی مستور. کتابای مردم رو داری میفروشی؟ بابا فردا نیان شاخ شب، من حوصله دردسر ندارم. کتابای مردم چیه؟ این آقا حتی اسم نویسنده هاش یک بار به گوشش نخورده. من مانیفست دارم. شرمنده داداش، من لوازم الکترونیکی خرید ندارم. آقا جون من اصلا نمیفروشم. بده من ببینم کتاب. نمیفروشم، من پوستم کنده شده تا این کتاب خونه رو حفظ کردم. بعد بیام این گنجو بفروشم به کسی که اسم نویسنده هاشو نمیدونه.